سال 1799 یک کشتی از استرالیا به انگلستان میرسه و یک جعبه چوبی کوچک رو به موزه تاریخ طبیعی لندن تحویل میده. دانشمندان با هیجان جعبه رو باز میکنن، اما چیزی که میبینن اونها رو وحشت زده نمیکنه، بلکه عصبانی میکنه. درون جعبه موجودی بود که انگار یک نفر به شوخی منقار اردک رو به بدن سگ آبی دوخته بود. دکتر جورج شاو، یکی از بزرگترین زیستشناسان آن زمان، قیچیش رو برداشت و شروع کرد به بریدن پوست اطراف منقار. او مطمئن بود که این یک کلاهبرداریه و میخواست نخهای بخیه رو پیدا کنه، اما هیچ نخی در کار نبود. این حیوان واقعی بود، موجودی که قوانین زیستشناسی رو مسخره کرده. پستانداری که تخم میذاره، معده نداره، عرق شیر میده و اگر به اون دست بزنید آرزوی مرگ میکنید. به دنیای عجیب پلاتیپوس خوش اومدید. بیایید صادق باشیم. پلاتیپوس شبیه پروژه کاردستی یک بچه 5 ساله‌ای که هر چی دم دستش بوده به هم چسبونده. بدن خزدار شبیه سمور آبی برای گرم ماندن در آب، دم پهن شبیه سگ آبی برای ذخیره چربی و هدایت در آب و البته اون منقار لاستیکی معروف شبیه اردک. روی خشکی اونها رسما خنده دارن. پاهاشون در 2 طرف بدنشون قرار داره شبیه خزندگان که باعث میشه موقع راه رفتن مثل یک ماشین اسباب بازی خراب تلو تلو بخورن، اما به محض اینکه وارد آب میشن تبدیل به یک زیردریایی پیشرفته میشن. اما صبر کنید، پلاتیپوس یه راز دیگه هم داره که تا قرن 21 مخفی مونده بود. اگر چراغ‌ها رو خاموش کنید و نور ماورای بنفش یووی روی اونها بگیرید، پلاتیپوس در تاریکی میدرخشه. بله، این حیوان بایوفلورسنسه. هنوز هیچ کس دقیقاً نمیدونه چرا. حالا بیایید درباره شکار حرف بزنیم. فکر میکنید پلاتیپوس چطور شکار میکنه؟ با دیدن؟ نه. با بویدن؟ نه. وقتی پلاتیپوس میره زیر آب، چشمهاش رو میبنده، گوشهاش رو میبنده، حتی سوراخ دماغش رو هم میبنده. اون عملاً کور و کر و لال وسط آب معلقه. پس چطوری غذا پیدا میکنه؟ جواب توی اون منقار اردکی عجیب پنهان شده. این منقار یک تکه استخوان خشک نیست، بلکه یک ابر کامپیوتر حسیه. پلاتیپوس حس ششم داره، الکتروریسپشن. هر موجود زنده‌ای وقتی حرکت میکنه، حتی وقتی یک میگوی کوچک دمش رو تکون میده، یک سیگنال الکتریکی بسیار ضعیف تولید میکنه. منقار پلاتیپوس پر از هزاران گیرنده است که این برق رو حس میکنه. اون نیازی به دیدن شما نداره. اون الکتریسیته وجود شما رو حس میکنه. اونها حتی سنگریزه میخورن. چرا؟ چون دندون ندارن و برای آسیاب کردن غذا نیاز به سنگ دارن. ولی این عجیب ترین عادت غذاییشون نیست. صبر کنید تا بفهمید این غذاها دقیقاً کجا میرن، چون باور نمی‌کنید اگه بگم این حیوان اصلاً معده نداره. ولی قبل از اون باید در مورد بخش تاریک پلاتیپوس حرف بزنیم. اگر روزی توی طبیعت استرالیا یک پلاتیپوس دیدید و خواستید بغلش کنید، نکنید. پلاتیپوس‌های نر یکی از معدود پستانداران سمی جهان هستند. پشت پاهای عقبشون یک خار تیز و توخالی وجود داره که مستقیم به غدد زهر وصله. این زهر برای کشتن انسان کافی نیست، اما دردی ایجاد میکنه که قربانیانش آرزوی مرگ میکنن. کسانی که نیش خوردن میگن دردش مثل اینه که دستتون رو توی مواد مذاب فرو کنید و بدتر از همه مورفین و مسکنهای قوی روی این درد هیچ تأثیری ندارن. این سلاح برای شکار نیست، این سلاح برای جنگه. نرها در فصل جفتگیری از این چاقوی زامندار مخفی برای حذف رقیب‌ها استفاده می‌کنن. پس گول قیافه بامزه‌اش رو نخورید. این اردک پشمالو یک جنگجوی مسلحه. حالا برگردیم به داخل بدن. یادتونه گفتم سنگ می‌خورن؟ دلیلش اینه که پلاتیپوس در طول تکامل معده خودش رو از دست داده. بله، ژن‌هایی که مسئول ساخت اسید معده هستن میلیون‌ها سال پیش از دی ان ای این حیوان پاک شدن. غذا مستقیم از مری میره توی روده، یک سیستم گوارش مستقیم و عجیب. و شاهکار آخر تولید مثل. پلاتیپوس پستانداره، یعنی به بچه‌ش شیر میده، اما تخم میذاره. وقتی بچه‌ها که بهشون میگن پاگل از تخم بیرون میان، اندازه یک لوبیا هستند، کور و کچل.
اونها گرسنه هستن اما مادر سینه نداره. مادر عملا شیر رو عرق میکنه. شیر از منافذ پوست شکم بیرون میزنه و روی خزها جمع میشه و بچه‌ها باید شیر رو از روی موهای مادر لیس بزنن. شیر پلاتیپوس حاوی پروتئین‌های ضد باکتری بسیار قویه تا وقتی روی پوست کثیف و گل‌آلود جاری میشه بچه‌ها بیمار نشن. دانشمندان الان دارن روی این شیر تحقیق میکنن تا آنتیبیوتیک‌های نسل آینده رو بسازن. پلاتیپوس یک اشتباه نیست، اون یک بازمانده است. اونها تنها بازماندگان یک دنیای گم شده هستند، دنیایی که در اون مرز بین خزنده، پرنده و پستاندار هنوز مشخص نبود. شاید ظاهرش برای ما خنده‌دار باشه، اما پلاتیپوس میلیون‌ها ساله که با همین ظاهر سیل‌ها، خشکسالی‌ها و شکارچی‌ها رو پشت سر گذاشته. اون عجیب‌ترین ولی شاید سرسخت‌ترین موجود زمینه. به نظر شما کدوم ویژگی پلاتیپوس ترسناک‌تره؟ خارهای سمی یا اینکه شیر عرق میکنن؟ توی کامنت ها برام بنویسید. اگه دوست دارید بازم از عجایب پنهان طبیعت بدونید، همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید چون ویدیو بعدی قرار مغزتون رو منفجر کنه. تا بعد.